زهرا ایست نپران همکار. چیکار کرده ایستاده ای تو؟ چی گپه بچه؟ چیکار کردی تو همکار؟ چیکار کردم؟ حیاتت نجات دادم. چرا رو تو پراندی ابله؟ میکشم تو رو، میکشم. بگی دستت چیکار کردی؟ بشرف من تو رو میکشم تو رو. سرده مرا. کمیسر دستگیرش کنه. سرده میکشم اون ابله رو. قریب برا بکش. شد من آرام شدم، مرا رها کن. سردارم آرام شد. خدا جان. زبید ببینک همکار معذرت میخواهم. با احساسات داده شدم. وقتی دختر نقابدار را از دست دادم دیوانه شدم. خوب هستی؟ کنی ایست آنجا را ببینم. بسیار بد می نماید. به نزد یگان طبیب رویم چی؟ به نزد دختر رفتم. کمیسر بیتون بکشم. فهمیدیم من بیتون بکشم. آرام شده. چیکار کرده ایستاده؟ آرام شده. سردارم آرام شده. چه خیل آدم هستن آنها؟ یگانه چیزی که من خواستم عدنان جسور رو به نزدم آرن. کاری خودم رو خودم مجبورم حل کنم. خیر این بار خودم رفته عدنان جسور رو میدوزدم. جسور؟ تو کی رو میدوزدی ها؟ اگر توانی انا بیدوز. چی شده؟ خرگوش؟ از ترس تر کرده ای کو؟ نه ترس، تو را بسیار لطکوب نمیکنیم. تو پروا نکن کمال برادر، من خودم این رو معیوب میکنم. کنی بیایید هر دویتان را لطکوب میکنم. ملیس را از کمال سیاه ابله نجات میدهم. جسور این چی میگوید؟ نمیشنوی مگر برادر؟ دوست داشته تو رو گپ میدهد. چی؟ دوست داشته من رو گپ میدهد؟ تمام شدی تو تکشی. ملیس با من میزیبد نه با تو. تو و عدنان مانعی به دست آوردن دل ملیس با من نشوید. یا خدایا، ملیس کی است؟ برادر با خدای دوست داشته ات است. دختر دوست داشته مرا ها؟ تو خودت کی هستی؟ سرداری ابله ها هستی؟ ملیس مثل گل غنچه است، نازک و ظریف است. او را مگر من به تو بر این ابله کوچکرد میدهم؟ یا خدایا، عدنان چی میگوید؟ تکشی راست میگوید. مثل من نازک و نازک طبیعت. یا خدایا من چی ها گفته ایستادم؟ این تکشی به سرم بلا میشود. برادر چرا ایستاده ایم؟ این رو هر چیز زودتر لطکوب کنیم. این ابله نوبکار مرا دزدیدن میخواست، تو رو به دام افتادن. همین طریق ملیس را از تو جدا میکرد. وای رو با وای. کنی این رو بزنیم و به محله اشان برگردانیم، به محله خیتایی ها. من خیتایی نیستم، جاپانی هستم، فراموش نکن. از هر دوی شما هم نمیترسم. من از عشقی که به ملیس دارم هر دویتان رو میزنم. تو ایست کمال برادر. این آدم رو به من مون، من او رو میزنم. کنی نزدیک شو. یا خدایا سرم کفید. چه خیل مرد استید؟ ترسیدید ها؟ کنی گم شو از اینجا. آخر عدنان گذار این را، او ارزشی زدن را ندارد. من باز بر میگردم، ملیس از آن من میشود. گم شو از اینجا، گم شو، دف شو، نت شو، زود. شد. آرام شو عدنان. ای خیریت که هیامو دختری فکچقتی چمن خلاص شدیم. جنگاور جانمون خلاص کرد. آمین. انا که جنگاور او دختر بهنه را میگیره و هجری ما سایرم قطی خانه دار میشود. جنگاور را در کجای بینم؟ اول تشکر میگویم. البته مینداری بکه، البته. چی گپه؟ بسم الله. شما باز کی هستید؟ در محله ما چیکار میکنید؟ من میدونم چه خیل بگب میدروید. نه این خیل.
یزدا جان کفشم بلو کن. عجب استادم زیاد چیکار کرد؟ یک با او زنگ زنم. الو استاد زیو. استاد من این زهرا رو زدم، شما زهرا رو پیدا کردید؟ یافتم هجری. با دامل زیو بودن شما باور نکرده؟ نه باور نکرد. استاد جانم، دیدید بسیار زیق شدم. استاد زهرا هم به نزدیکی حقیقت را میفهمد، پروا نکنید، غمگین نشوید. استاد نو به سرم یک سوال اومد، ممکن است پرسم؟ نپرس هجری نپرس. استاد در قروتاو گوشت انداختن جایز باشد یا نه؟ چی؟ همین قروتاوی گوشتی جایز است؟ الو ای مرک. الو استاد. الو کش تلفونه؟ خیلی مایلش سوال رو بعد میپرسم. اوچا بابا ای جنگاوره؟ اوه جنگاوره آزی جزا شما میتا. افغانستان زن و را زن گم شوید. دست نیوجه. ای خدا را شکر شه، خدا را شکر. هی آفرین جنگاور کان تبزه. ما هم در باره تو صحبت داشتیم. آدم رو به یاد بیاری می آمده است. بچم مورا قرضداری کلان کردی، ای بلای کلان خلاص کردی. انا کو ای ما یک زیافت کلان برای تو. بیا خونه بریم. رفتیم بچم، یک آشی بمزه رفتیم. خانم تشکر گفتن لازم نیست، از راستی لازم نیست. من تنها یک چند کوچگرد رو زدم، یعنی باور کنید تشکر نگوید هم می شود. ای بچم تو چی میگوی؟ ای وقتی که تو هجری را از سنم جدا کردی و ما از زمین تا آسمان ای تو می نداریم. رفتیم بیستید شما چطور میکنید؟ تو چه خیلی آدمی خوب بوده ای جنگاور. همکار قریب بود مرا میکشتی، دیوانه هستی؟ حالا هم گردنم درد میکند. مراد ما حیاتو ترا نجات داد. هم خیلی می نداری بیان میکنی. دوستم بسیار درد دارد، کنه بینم کجایش درد میکند. دست بگیم مراد التماس مرا نرد دستگ نشو. رنگ میرالیش کم با کارات بگونی هم قرطق مجی خیلی نفس کشیدن نمیتونمه. داملو زیو بود است. من به تو نشان میدیم زیو رو. بگی دستم بیزار کردی دکیم تو. آرام شب همکار، خودت را به دست گیر. انا اومد دردی سری من. بگی بچم بگی، همه یمی در سرخانه برای خودت کردم. بگی بچه. وقتی که تو او دختر هجری جدا کردی، چیزی که بخوای ما اجرا میکنیم. میمون عطای خدای. دختر جان اکد ده زنگ بزه بگو تیز بیویا، شخصا خودش جنگ آورده تشکر بگه. تیز زنگ بزه. ای دختر تو شخصی ده ایستاده؟ کی به ایستاده مطرح میگم؟ تو چه خیلی دختری مایی؟ یک تلفنم کرده نمیتونیه؟ بگی بچم بگی بخور. بگی شرم نکن. بگی جنگاور اینجا نه، تلفن زن زدیسته. معذرت میپرسم، الو؟ بله بفرمایید گوش میکنم. بله فهمیدم، ولی حاضر در یک جای مهم هستم، مهمانم. تمام
زود با مکان حادثه میایم، دور نروید. جواب نمیدهد. آخه چه جواب نمیده؟ این جنگاور هر روز مهمانی مایی که او جواب نمیده. یک اسمس جواب که جواب ده عصبیم نکردن. ببخشید، من باید زود بروم. مرا در مکان حادثه منتظرم. تعجیلا. نه نمیشه بچه. ای حاضر اومدی نمیشه. ولی رفتنم لازم. ای نه بچه جونه خیلی نمیشه. هیچی نخوردی. این پهلوه بگی بچه جون. بگی همه خیلی با مزه کی. بچه نه که بچه من نمیمونم که تو برای. نه نمیمونم هیچ کجا نمیرای. ما میمون منایی خیلی جواب نمیتیم. آقای سعدی بیا هممون یک جویا یک صورت خودروی بگیریم. ها کو دخترم بیا یک سلفی بگی. تو چی صدای؟ نمیشنم یا چی میگه؟ تو یک صورت من بگی؟ ده بناشم من خودم بگیرم. کو یک سلفی انا بسیار زیبا. انا که این صورت چمن ستنگچه در روی که بنویس که دامادی تو در خانه ما افقاتای بمزه خورده سای افقاتای تو بقلوش نیست بنویس. خانم چمن دیوانه میشود. دیگزار دیوانه شود. او رویش کن آخی تو چی خیلی دانشگاه میخونی؟ چی خیلی فرزندی گب نگیری؟ همون صورت رویی که میگن نمیفهمی؟ ای حالم باورم نمیآید. آن مؤذن باز لباس جنگاور رو پوشیده اومده ما رو فریب کردن میخواست است. ای به خدا هر وقتی که به یادم میآید عصبی میشوم. زنک جان ها کنی از این یک بینشو آرام شو. نسبت جنگاور رش برده است، برای همین همین که کرده است. گوش کن سنا، دیگر هجری قدمش رو به این خونه نمیگذارد دخترم. با تو اسمس اومد زنک جان. شنیدم خودیر کار نیستم. تو بسیار عصبی هستی. یا خدایا همش از پشت هجری است. ای با چشمونم باور نمیکنم. چی شده زنک جان؟ ای آخر داماد من در اون خانه چیکار میکند؟ با سلفی کردند. قادر هجری در کجا است مادر؟ او رو نمیبینم کو؟ بس کن هجری گویی رو آخر. تو نمیفهمی مگر دشمنی من دامادی من رو از من جدا کرده ایستاده است. من رفته دامادم رو میگیرم، به خدا میگیرم. زنک جان در کجایت نینزه ها؟ در کجایت؟ نینزه حقیقی من هستم. بخیز بهتر بیا بخیز. با رنگ نورمدی کجل رفتور داری. آخه چرا با من خبر نمیدید؟ ابره چرا خیر میکنید با من خبر نمیدید؟ خانم تونین را تا فرودگاه برده زود از آنجا گشته آمدم. اگر در وقتش برگشته می آمدم جزایش را میدادم. خانم تولین ایرپورت بردی پدر؟ برای چی؟ دختری تقایم نامزدی دارد، برای همین به خوجند رفت. از می دیونه تام ختم تولین میرفتی عصبم آرام میشده، میرفتی اونجا شلشکای خوجندی میزدی، استراحت میکنی. خاموش باش بهتر بیا. خبر این نیزه ها را شنیده زود به اینجا آمدم. در کجا هستن آنها ها؟ آخر پدر جان عدنان همش رو لاتو کوب کرد. برای همین با تو هیچ کس نموند. از همین لحاظ تو رو خبر نکردم. رحمت کمال برادر، میدانید همه آن نینزه ها را به قبرستان فرستادنی بودم، ولی دختری نقابدار آنها را به من نگذاشت. اگر میگذاشت همه آنها را نیست میکردم. ها جسور، چهره دختری نقابدار را دیده توانستی؟ کمیسر مراد، نامی او معلوم است. نقابدار چه خیل میدیدم. ها فهما همین کمال به می دیونگیش اصلا با عقلتر مراد. ایچ خیلی سواله که چهره دختری نقابدار را دیدی یا نه مراد؟ از بالای مسکه چه خیلی روشن میبینه؟ یا رب العالمین. یا خدایا توبه. شاید گردنت را زیر کردن به سرت اکسیژن نمیرود زبید؟ وقتی که ما جقیدیم قرطه اکسیژن نفس کشیدن نتونستی، پروژه سر که ویران شد، بعدم خیلی حق سوال به عقل نمیتی. نمیدونم کی گلوی کی را زیر کرده است زبید. ما قرطه کویت را جقیدیم که یک تای مرا. درباره دختری نقابدار حتی کمترین معلومات را فهمیدن میخواهم زبید. حالا هم معلومات میگوید. تو مرا دیوانه میکنی. برادرم، دختری نقابدار زورو شعلی است. چرا نمیفهمی؟ زورو شعلی زنده است آخر. یا فکر کن، زورو شعلی دختری نقابدار
چند بار اومدم میلیس رو نجات داد. 2 بار. دختر امکیشه وگرنه برای چی نجاتش میتم؟ کمی فکر کن. این چی میگوید؟ سبسته نگو زبید. زهرا شنلی بوده است. یک حکایه رو همیشه نقل کردن دیلت رو نمیگیرد. دخترم زینب در کجاست؟ زینب در کجاست؟ راست گفت. زینب در کجاست؟ یا اینکه نینزه ها او را بودند. چی گفت است پدر؟ با او هیچ چیز نمیشود. از پشت او شده دختر نقابدار با من رفتاری خوب نکرد. تو چی گفتی است مراد؟ چی گفتنم رو میدونم. اگر گلویم رو زیر کردی به سرم اکسیژن نمیرود. آرام شوید، من حجرش را میبینم. آنا خودش هم آمد. شام بخیر. زینب جون با می لباس رنگ دلوار کریم اوهی جون جگری مایی. خوب هستی؟ یا که زینب یگون مخلوق خفت کرد؟ خوبم با من چیز نشده است. بیا دخترم بیشین. در برم. آخر با او هیچ چیز نمیشود. از برای خدا نیزه ها زینب را چیکار کرده میتوانند؟ به این هم او با من مشق جنگیدن رو میآموزد، کاراته رو. تو واهمه نکن آخر جسور. من دستم رو به در زدم، هیچ چیز نشده است. در زدی؟ کویا بر بینم. زینب بخی بلنسد برام. آخر چی شده است با اون نینجا ها؟ عدنان رو چرا دزدیدن میخواستند؟ فهمیدید؟ فهمیدیم، ولی کی بودن دختر نقابدار رو نفهمیدیم. تو یگان فکر داری زینب؟ دختر نقابدار در کجاست؟ دختر نقابدار؟ مراد چند بار من با تو گفتم دختر نقابدار زهرا شنلی است. دختر نقابدار در حقیقت زهرا شنلی است؟ همون دوست داشته کلتکل است ها؟ به تربیه نمیگذاری که آن دختری بیچاره در قبرش آرامانه خواب کند. پدر جان این بچه‌تون کارگر کیگبی است. چیزی که من میدونم شما نمیدونید. مراد من در حقیقت درباره دختر نقابدار چیزی نمیدونم. به این هم تو در یگان مسئله چیزی رو نمیدونی. دنیا چپه شود تو پروا نداری. مراد اولی که دختر نقابدار رو تو از دست دادی، باز اومده اینجا مردم رو پرس و پاس میکنی. آخر تو چه خیل آدم شده ای مراد ها؟ ای راستی من دیگه ترا نمیشناسم. تو گپ نزن زبید. به تربیه. دختر نقابدار از پشت تو گریخت. اگر او رو نمیپراندی من او رو دستگیر میکردم. در حقیقت کمی سر زبید، تو چرا دختر نقابدار رو پراندی؟ آخر او مرا از دست نینزه ها نجات داده بوده. گوش کند نن میفهمونم. اگر دختر نقابدار رو نمیپراندم دختر نقابدار این ناشکر رو میپراند. با شرم حیا را نمیدونی در بین مردم زیدی ما گم میزنی جنابی مرودا؟ بخدا براو. اگر می از می دل نمیبود احوال تا بد میکردم. آدمی پست. خودم رو به زور میدارم که این کمی سر رو نزنم. سردارم. بله سردارم. فهمیدم سردارم. بله او هم اینجاست. تمام سردارم. مراد خیز سردار زنگ یک مسئله مهم است. چه خیلی مسئله مهم است؟ دختر نقابدار دیده مسئله مهمتری نیست. تو بیرا من مانده شدم. دختر نقابدار رو دستگیر کردن. چی ها میگویی ها؟ در امنیت است، منتظر ما است. رفتیم. یافتم، نهایت یافتم. این ابله رو ببین، ما رو یافته است گفته چقدر خوشحال شد. نمیفهمم من با این آدم چیکار کردم. رفتیم زبید. با خدا زوری مراد. ای راستی فقط در سرت فکر دختر نقابدار ہے، خیالی شده. اما دختر معقول ته دیوانه ای تو رفته میگویم. معذرت میخوایم. هیچ خیلی بودم نمیخورم. بکشو بوی کشید معقول میشود. بو بکش چه میشب که تو نمیگیری؟ معقول شد. بوش به مزه. ای آفرین دخترم. جناب من حاضر باید روم. بعدم باز میایم. میشود؟ شام بخیر احمد. بچم هیچی نخوردی. اولی بیز چمانی ستانچه میویا. چی؟ چمانی ستانچه؟
حالا نه اومدی جنگاور مگر میگذاریم که روی کنی بینشینی بشین انا اومدن بنفشه در بکشو ای کنیک سوئیس تو در کجا هستی دامادی من؟ ای خوش آمدی دامادم ای دامادی من تو در اینجا چیکار میکنی؟ چیکار میکنی دامادم؟ تو دامادی من هستی؟ دامادم رو دیهید؟ نمیمونیم اون مهمونی موی ما را ایادمای بد خلاص کرده ای دامادم تو دامادی من هستی؟ چرا این زن رو خلاص کردی پسرم؟ البته خلاص کرد چی با خلاص نمیکرده؟ جنگاور را نمیتیم چرا دامادم را نمیدی؟ نمیفهمی نمیتیم گفتم نمیتیم این جنگاور مهمونی موی میفهمی یا نمیفهمی؟ جنگاور مهمونی ما است نمیدیم جنگاور دامادی من است این میمون سنم ارزش جنگاور رو نداره دیوانه شیطانی تو نسبت من حسد میخوری همین خیلی نسبت من رشک داری کسی که به من عاشق میشود او رو هم رشک میکنی هجری تمام شد و باز از پس جنگاور شدی میمون سنم تو جنگاور رو جادو کرده ای وگرنه چرا با تو عاشق میشد است نمیمونیم خونه ما بس کنه بس است چیکار میکنه داخل آدم های کلان ای بس مادر جان گناه است داخل ای پسرم مادری تو من هستم چرا تو این زن رو مادر جان میگویی؟ بله راست میگوید مادر جان گناه است نکنید آفرین پسرم تنها مرا مادر جان گوی پسرم بسیار شیرین است بسیار شیرین است ای زنک جندی شده او فقط تو را اوچه بگه من در سین سالی اوچهشم مرم میتونه اوچه بگه بس هست آخیر کنی جنگاور رو با ما دیگه از که باز جنگاوری تو بوده است به هجری چه خیلی که خیانت کردی با این هم خیانت میکنی در 2 دقیقه خیانت میکنی عقلش رو خورده است به این دختر باور کرده نمیشود من شما رو آگاه کردم گپایش رو شنیدید گپایش رو تو کی هستی آخیر تو چی ها میگویی تو فت پریده حاضر با تو دیشون میدیم کنی جور بی من بس کنه از برای خدا این جرم ها رو کی در اینجا میگذارد؟ توبه این خیلی آدم ترها را دستگیر میکنید هر دو این زنها آدمهای تاجر و ثروتمند را به دام خود افکنده شانتاژ میکنند اوف مراد با این زن نگاه کن همین قشرینکی است که بسیار زیبا است قسم میخورم همه را به دام میاندازد همه را میلشپانه همکار تو این را نگاه کن مار کو بینیمش ایتا با زیبایی که همکار چی کار میکنی ها؟ من تعروسی من رویگی بیزورت نه او رو اول من انتخاب کردم بیده میگویم یه بچه یه من یه تو رسم رو بیده میگویم بچه ها شما چی کار میکنید آخر ها؟ این زنها در کارهایشان بسیار ماهرند تا حاضر قریب 40 نفر آدمهای ثروتمند را به دام افکنده دلخوشی کرده رسم گرفته تهدید کردند که رسمها را به زنهایشان میفرستند و پول گرفتند مارها عروسه بینند کنه بیده اون را مراد تو چی بیقل داری به عروسه ایجا نبینم این دختر زیبی ما داره این بینش روی سیاه موی سفید رنگ زینبه ایت رنگ عالم بیای زیبی تو داره عالم زیبی من را ندارد فهمیدی اون را بیده ای بچه بگی دست بیقلی نکن بچه ها چی کار میکنید؟ به خدایید یا خدایا گوش کنید هر دوی شما نقش 2 ثروتمند و عروس باز را میبازید با این دخترها شناس میشوید بعدا هر دوی این دخترها شما را شانتاژ میکنند که در روی جنایت آنها را دستگیر بکنید فهمیدیم سردارا فهمیدیم کنی به من بیده ای بیقل بدی عروسی مرا ایجا
عملیات رو برباد میدهی. به من بده. برای چی عملیات محو میکردم من؟ همکار چیکار میکنی؟ اون دختر تو رو نگاه نمیکنه آخه. برای چی نمیکرده؟ پیر شده ای تو نگاه نمیکنه تو رو. بچه‌ها شما چیکار میکنید؟ سردارم همین دختره کما بگیرم. نه من میگیرم. برای چی تو میگرفتیش؟ هم دختر زیبی مداره نمیفهمی؟ همکار به من ده دیوونگی رو بس کن آخر. ای جنگلم خیر خودت خلاصه ببرون. کدام دختری که مدام خل میشوه مراد میگیرش. مراد همشه میگیره. همشه اینمی مراد میگیره. جان ما در نوک بنی آورده سردارم. نفس میگیره. جان ما در نوک بنی آورده. از بخیلی میگوید سردار. بچه‌ها به خدایت درباره عملیات یگان سوال دارید؟ من دارم سردارم. وزیر ما نقشی مردکی اویلدار سرادمند و عروس باز رو میبوزیم. همین خیلی نیست؟ اولش که در کیسه ما یک سامان پول نداریم و اویلدار هم نیستیم. خیلی اویلدار هم میشوم. در نقشم هست. زینب هم میگیرم. توی منم نزدیک اومدگه. عجب و زینب شیده میتونه جنگلم بو. در همی عملیاتم اگر زینب شود چی خیلی سردارم. چی؟ خیلی عالم ببی زنی مراد شما میشود. بیهودگویی نکنید. این بار خاندار فلان نیست. نمیگذارم که عملیات را محو کنید. شما حاضر اینها را بگیرید و در حال به کار شروع کنید. گپ نیست جنگلم. سلنوس کولی زینب میگیرم اوی بینید میریزه. در چلیک زینب چله را میدوزم مرادم دم میگیره. چی لستوی میکنم؟ یک اول ای زینب میپرسم که روزی هست یا نه. بیهوده حوث میخوری همکار. زینب با تو خاندار نمیشود. اگه برای چی زینب زنی من نمیشیده؟ میگو زنی تو میشوه ها؟ زینب ای مای مراد یک گپت بگم. همین خارجو دارم که در توی ما و زینب روی تو را ببینیم که چی خیلی سرخ میشیده تلخه تو بکفه. به این خیل میشود زبید. به این خیل میشود. رنگ میمونی. آی بیا دامادم بیا. ببین خواهی میتوانی امشب در خانه ما بمانی. خیر میلش خودت میدانی. ولی پگاه در خوراک شام منتظرت میشوم. حتما بیا دامادم. قول داده نمیتوانم. هر لحظه کاری مهم میتواند براید. با خدا زیق میشوم. گوش کن حتما منتظر میشوم. برای ما را همراهی کردنت تشکر پسرم. شب خوش. شب خوش دامادم. شب خوش. گوش کن جنگاور. با دامادم گفتنی های مادر و پدرم حوست نکند باز. چون که من با تو خاندار نمیشوم جنگاور. من رو فهمیدی؟ با کی خاندار میشوی؟ با تو چی؟ برا کنی؟ بیرو زود بیرو. فهمیدی؟ فهمیدم. خوب تو چرا از روی تکشی شکایت نکردی؟ چرا شکایت میکردم مخیر؟ من دوست میدارم که او را بزنم. گوش کن اگر شکایت کنم پلیس او را زیر نظارت گرفته محکم میکنند. بعد او را زدن نمیتوانم. زینب باری گذشته او را چنان لطوکوب کردم که تو باید این را میدیدی. ببین این خیل مشت زدم. این خیل شته زدم. بعدا یک کلای دیگر زدم. آرام شو چمپیون. میگوید که ما باید از ملیس دور شویم. آخر تو خودت کی هستی که میگویی از ملیس دور شوید ها؟ میدونی چی میگویم؟ با تو هم تکاشی هم کامولیسیو عاشقند. حافظه کامولیسیو در جایش نیست. تو رو باید ندارد. اما تکاشی با تو سخت دل داده است. هر دویشان رو نمیخوام. هر دویشان رو میزنم. انا این خیل آی زینب جون خوب هستی؟ تمام خوبم ملیس جان. ای معذرت میخوام عقلم در جایش نیست. آخر با تو با این احوالت باز مشق میکنم. من خوبم کنشین زینب به اینجا شین. خوب هستی همین خیلی؟ میبخشی؟ خوبم. وای زینب یک چیز به یادم اومد. آن دختری نقابدار کی باشد؟ 2 بار هست که حیاتی مرا نجات میدهد. یک بار از دست نینزه ها نجات داد. یک بار دیگر از نامزدیم. نه آخر این دختر کی باشد که به من یاری میدهد؟ نمیدونم آخر ملیس.
کوبیگی برادر نوشی جان. تشکر برادر. مقصد این که زهره تو را باور نکرد نه؟ زیخ شدم برادرم. گوش که برادر، من فکرم افتی نود معقولش نشید. بینی تبین بوریکش کرده همه بینی کرچکامونان زور بود. ممکن خیلی روی نغزن بینه. شوکت بس کن سفسطگویی را. یا خدایا توبه، به این هم عصبی هستم. برای چه عصبی شدیسته؟ یا خدایا عیب ما چیه؟ با فکرم گفتکته یا خط شوکت زندگی میکنه یا خطی ما. سرسیمه نشو، آروم باش. گوش که برادر، شاید دختر نقابدار زهرا نیست. ما خطا فکر کردیم. وقتی دختر نقابدار زهرا گفتی تو، اورم با خودش گفت کوبه گوش کنم همین پدناله چی میگفته باشه؟ این خیل میشود مگر؟ 2 سال از پس اژدهار بود کو؟ ملیس را 2 مراتبه نجات داد. با جز زهرا کی بوده میتواند؟ به خدا با فکرم دلیل عمیق نداریم برادرم. اون باشه چی؟ اگر دختر نقابدار زهرا نباشد هم زهرا زنده است. او را پیدا میکنم. اوه برادر، این چوجه کیه؟ با تو چی رسم را با من ده؟ بدبخت چی با تو گویم؟ تو زهرا را میابم گفته در گرد و اطراف همیشه داد میزنی، با شر نکرده عروس بازی میکنی. شوکت چی ها میگویی؟ چه خیلی عروس بازی؟ با همه چی کار داری؟ این عملیات است عملیات. یا خدایا توبه. این روسیوی نگفتی هیچ خیلی عملیات باشه؟ بدبخت مورم خبر کده ای خیلی عملیاتو خدمت کنه مخی. گوش که برادر، ای خیلی عملیاتو را گرزه ما حل کنیم. تو ای پس زهرا بشه. میابم شوکت، زهرا را میابم. نمره تلفن این عملیات اومده بته من حلش میکنم. تو ای پسش نشه دیگه. این خیلی باشد من میخیزم. شبی خوش بویم. با دقت باش ها. تو در را محکم کن که یگان کس نداروید. شبی خوش ملیس. اوه کمیسر مراد، یعنی لباسی دومولوژی پوشیده مرا به دام افتانیدن میخواستی؟ مرا به جای ضعیفی هم زدنی بودی ها؟ نامی دوست داشتم را استفاده برده مرا دستگیر میکردی؟ من جواب این را از تو میپرسم. تو رو به خودم عاشق میکنم، بعد ضربه سخت میزنم. انا به دومم افتادی. این آدم چی خیلی به من اهمیت نداد ها؟ عجیب، چه خیلی به من اهمیت نداد. به من هم اهمیت نداد. به خدا من بسیار حیران شدم. امیدوارم این رو به من میفهماند. انیق پیش یگان زن میرود. ببین چه خیلی پوشیده است. ملیسی عشقم، تمام شب از فکر تو با چشمانم خواب نآمد. برای یک لحظه دیدن تو دنیا را میدهم. دیشب اون تکشی ابله رو چه خیلی کوب کردم. تکشی؟ اوف، حافظه این آدم کی بر میگشته باشد. بس است آخر. از پوشیدن این لباس ها دلگیر شدم. اون تکشی نیست مگر؟ تکشی؟ او چه خیلی جسارت کرده است که به اینجا آید. پیش درو. گل زیبایم ملیس. عدنان جسور اینقدر آدمی بی شرم بوده است. آخر تکشی به تو نگفته بودم که دیگر به اینجا نیا ها؟ شته های خوردهت بسی نکرد. اینجا چیکار میکنی؟ باز شته میخوری؟ من به نزد تو نآمدم، برای دیدن ملیس آمدم.
چی کار میکنی ملیس را؟ با تو چیه؟ از تو باید پرسم. البته از من میپرسی ابله. نفره که دوست داشته کمال سیاه رو با چشمی بد نگاه میکنه چشمانش رو میکنم. عدنان ملیس دوست داشته من است. تو خاموش باش. نخندان مرا عدنان. مگر ملیس دوست داشته این میشود؟ ملیس مثل یک گلی نازک و نازنین است. مثل ملیس بر این دختری زیبا در دنیا نیست. بس کن. مرا با این گپ‌هایت عصبی نکن. گم شو از اینجا. ملیس اینجا نیست. در کجا است؟ نیست میگویم نمیفهمی. باید که او رو ببینم. هر ثانیه که او رو نمیبینم در نظرم مثل سالها دراز میگذرد. برادر این دیوانه شده است. یا خدایا بیمار است چی است نفهمیدم. عدنان ملیس همین است؟ ها همین. عدنان گوش کن. تکشی بسیار بچه خوب میتوبد. ملیس رو با او دیهم رود گم شود. چی گفته ایستاده برادر مرا عصبی نکن. بخیر عدنان این دختر بسیار خطرناک است. من این دختر رو با او میدیم رود. بگه تکشی این رو با خود گیر. رحمت چی کار میکنی برادر؟ بیا رفتیم آخر. رسم رو با من ده. نه نمیدهم. بیده رسم رو. مورم هم نمیدهم. رسم رو بیده میگویم. نمیدهم. بیا رفتیم من این دختر رو با این دادم. رفت بیا رفتیم. کمال سیاه تو چی کار میکنی ها؟ سلام همکار. سلام. معلوم شد که دخترها حالا هم نآمدند. زود روز عوض رفتن ممکن. اگر جوابشون داده باشه حاضر میرسن. مسخره باز. مرا گوش کن. وقتی دخترها آیند تو گپ نمیزنی. تنها با انگشتانت اشاره میکنی. اگه برای چی تو گپ میزدی؟ من هم دهان دارم زبان دارم. از همه مهمش من تدخ شورترم. شد همکار فهمیدم. آمدند. کاتش ما 200 میلیون دلار نخ کردن راستی گپ نفروخته باشه. گپ زن نگاه دارم. همین خیال دوستم خوب کردی. میگم جورا بگونه نشود تا 100 میلیون دمیتمش. مصلحت میکنی. مرا نگاه داره. نه مرا نگاه دارم. اگر کرته اطلسشون بپوشونی رنگی سیجلال توهیر میشود. چشمکیم زده استه. اگر بفهمم که یک سامون نداریم چی میشیده باشه؟ همکار چرا تو رو نگاه میکردند؟ انگشترینت رو نگاه دارند. سفسطه نگو بچه بی اخلاق. این خیستن پیش میلیونر آمده است. سلام جنابان با شما نشستن ممکن است؟ چی بله شما فقط امر کنین. مرحمت بشینید. 20 دقیقه پا بکشم. مرحمت بشین. تشکر. تشکری زیاد. جیک سلام. السلام. زبید مرام شما با. من باشم لیلی. من شیرین. مراد. زبیدم. از شناسایی شدم. مایتده شدترم. من مراد هستم. مراد. همین 100 میلیون در میتونم خونه را مراد. به خاطر این بانوا. مقیم منصور 65 میلیون دلار دادم کرته اطلس پوشیدن لباس دختری خاطر گرفتن رفتن روسیه. قطعا مو کرته اطلس میره در مسکو سیتی نوزیر جشن بگیرین. من راستی اگه میگم دبی تون ببرم در سری برج خلیفه ببرم تو دبی تماشا کنین. هر تا بالا برج خلیفه با پاراشوت با تگ میپارتیم. چی گفتی مراد؟ من به تو نگفته بودم که اینها اینجا عروس بازی میکنند. مراد این به تو هیچ نمیزیبد. چرا با من این خیلی رفتار کردی؟ با اون نگاه کن. زبید رو هم به خودش مانند کرده است. اگه مراد خودم خوب نیست. بیچاره رو بیروحه کرده است. یگان چیزی دیگر میخواهی؟ باز شربت بیو. نوشی جان.
یا خدایا دخترها باز او آمد با من چسبیده است دور نمی شود. این آدم با بتپرست مانند است میلیس. بگذار مانند باشد با ما چی نازیه با ما چی دخل دارد بتپرست بودن او؟ من در جای خوانده بودم بتها هرگز دینشان را عوض نمی کردن. یعنی تو با گویی که با جز مسلمان من با دیگر یک جو بودن نمی توانم. با فکری من انیق از دست می کشد. او نازیه این چه خیلی دانایی است. زهر بریم به خدا. کاش من هم می داشتم. یک چیز میگویم فکری گفته‌ات بد نیست. بله همین خیلی. سلام میلی. بیا ما از پای کار میشیم. تاکاشی سلام. سلام. گوش کن تاکاشی، تو بسیار آدمی خوبی، اما من با نفری که مسلمان است یک جا شده نمیتوانم. یعنی با این اویلم و نزدیکانم اجازت نمیدهند. چی؟ با فکرم از او خلاص شدم. یعنی مسلمان می بودم با من یک جا می شدی ها؟ البته چرا نمی شدم، ولی از سبب که دینت رو عوض کرده نمی توانی. غمگینم. یا خدایا نهایت خلاص شدم اخیر خلاص شدم. دخترها چطور فردا؟ رفتیم جنابون ما میخیزیم به این هم بگاه با میخوریم. مایل من هم برام ورتالو و زپرافکا کنم بی کردم. روز بخیر. تا بازدید میگم که نمردیم شاید در خانه ملانیر استراحت میکنی. زنامون خارجه رفتن قصر کلان خالی ای. اویلکم گرفتم تا سهر تی حساب شد میکنی. این خیر باشد بگاه میبینیم. خیر بای 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 بای. خیر خیر دخترها خیر. همکار تو هم اکتیوری خوب بوده ای. در 2 دقیقه دلی دخترها رو یافتی. من در این کارو تجربه زیاد دارم برادر. کم کم بیاد ترم میاموزن مراد. زبید دخترها بتونه به انگشتی دستت عاشق شدن. ولی شمسی بچه مجید یوروپ هم میبره تلخیت میکفه. زینب آن دخترها کی بودند؟ کدوم دخترها؟ مسخره بازی رو بس کن. هر دویتون با اون 2 شیطانچه روی راست عروس بازی داشتید. زینب همش میفهمونم. چی رو میفهمونی اخیر؟ هر دویتون آشکارا خوشحالی داشتید. هیچ شرم نکردید؟ زینب من گناه ندارم، مراد گناهگاره. منم مراد بیراه کرد. من بچه نغزم. دخترها رو همین گفت که بیام بشینن. من نمیدونم چی به خیلی کار کرد. چی میگویی تو همکار؟ حقیقت رو بگوی آخر. بگوی در عملیات هستیم. عملیات؟ چه خیلی عملیات؟ در این عملیات باید این دخترانی را که آدم‌های ثروتمند را فریب میکنند دستگیر کنیم. در عملیات بوده است. تو کی رو فریب میکنی؟ تمام، مادامی که این خیلی است ما هم در این عملیات اشتراک کردن میخوایم. هرگز. عملیات پیشتر از پشت شما شده محو شد. به یادتون هست؟ تو برای چی خیلی میگوی همکار؟ خانم آلم راست میگوید. نقش ثروتمند اولاددار رو بازی داریم کو؟ با ما هم سر در کار است. بخی گوشه آلم بی او طرف بزن. یک گوشه تیزای. زینب در این عملیات زنی مشا بخرمت. گرده تا بخرم زینب. التماس دارم عملیات زنی ما بشه. التماس میکنم زینب جان. من باشم زنی تو میشوم. انا ببینی که عملیات چی خیلی زور میگذره. نمیشود گفتم. سردار امنیت اجازت نمیدهد. در این عملیات شما نیستید. زبید رفتیم. زینب جان بیا تو رو به خانه ببرم بگو صحبت میکنیم. در خانه باشی یگان جون نبرو. پیش از اومدن من شما را زنگ میزنم. خوب از دلی من. چی؟ خیلی مراد سازی دیگه نه از کارت. نگاه کن عملیاتی گفتهشون دروغ است. اینها ما را آشکارا فریب میکنند. سایرام چی رو صحبت کردن میخواستی؟ کنی گبزان؟ هجری با تو باید یک چیزی مهم رو صحبت کنم. سایرام من چی گفتم؟
خیر چیزی گفتنی گپ زن آخر زود. میدونم که غمگین میشوی ولی من با تو خانه‌دار نمیشوم. چی؟ میدونم که غمگین شدی ولی من فهمیدم که دلم با تو مایل نیست. در عصر 21 چه خیلی گهواره بخش بازن؟ سعدی ای کرشید کو انا با نزدیکی خانه دار میشوم. شده که چه تمام یا اکه گفمونه محکم کنید نبینن اون شرم نکنن. من دلم رو با دیگر کس بستم هجری. خدا رو شکر از سایرام جانم خلاص شد. سایرام دختری هوشیار کنی بگوی با کی دل بسته ای با کیه؟ با جنگاور. با جنگاور؟ کاش هنگامی نیزه ها رو زدنش او رو میدیدی. جوان مردی حقیقی یگید چونان با قوت بود که یک و یک بار دلم با او گرم شد. یا خدای غیر امکان است. بیرم هجری اکنون تو رفته با سنم گپ بزن. او رو دوست میداری. بیرم. بله نزدیو میروم. لیکن با او دوستداریت را گفته نمیتوانی. چه خیلی گفتنم را نمیدانم سایرام. چند بار گفتم آن دختر رو تماما فهمیده نمیشود. مثل جنگاور بشو خیر کمی یگید بشو جسور باش. چیکار میکنی؟ پیشش میروی درشون رو این خیل میکوبی او را خواستگاری میکنی. اگر ندیهن میره بایی گریخته میروی مثل جنگاور بشو خیر. بخیز. من میروم. ایست. با او بگوی که از جنگاور دور شود. جنگاور از من است. خدایا من اکنون چیکار میکنم؟ را هجری چرا استوده ای؟ را با او گپ زن. مایلش. جنگاور یگانه سلطان قلبم کی با تو با میخورده باشم. سنم سنم میگویم. سنم برا باید صحبت کنیم. یا خدای توبه با او نگاه کن. احترامش کردیم با بالای سرمون برامد. برای نو چیز کار نامزدی رو برهم میدهده. نه آخر کارش رو بین. توبه کردم خدایا آخر گناه از من است. بسیار احترام کردم بسیار. با کی میگویم سنم؟ با بیرون برو من اینجا منتظرم. یا خدایا در کجاست این دختر؟ سنم خیر انگشترین رو پرتافتی گفته از شرم روبرویم برآمده نمیتوانی؟ پشیمانی فایده ندارد و اما من آدمی بی‌وجدان نیستم. سنم نسبتی من خطا کردی اما با تو آخران امکانیت را میدهم. برآمده از من بخشش پرس. عصبیم نکن گفتم عصبیم کردی. دلی مرا ویران کردی. سنم یک ثانیه. سنم یک لحظه ایستید. التماس است. سنم مادر جان من اومدم بپرسم که عجب و یگان احتیاج دارید. با صدای بلند داد زدم فکر کردم که خوب هستید برای همین وای کردم. یعنی جارو با انا
Ana batu. Istedoxi. Baru modar mekoyad. Modarjon, iltimos baro gush kunid. Javob bide. Ana batu. Hamma haqli. Qani injo biyo. Modarjon, iltimos. Ana kujo mekuresi. Isto. Injo biyo. بیا کمی اینجا بشینیم. بیا. بنفشه من نهایت با هجری گپ زدم. درباره چی؟ دیگر او را دوست نمی‌دارم گفتم. چی؟ یا خدایا، شنیدگی هایم راست است؟ با گوش هایم باور نمیکنم. بنفشه من دلم را با دیگر آدم بستم. با دیگر کرد؟ با یک یگید بستم، زیبا چشم، جسور. ای خدای من، گویا که مرا تعریف دارد. نام این شخصی جسور؟ بله. سلطانی قلبم جنگاور است. جنگاور؟ چی؟ جنگاور؟ دیگر با میمون صنم کاری ندارم. چی کاری خواهد کردن گیرد؟ بله. بیا رویم. می رویم. آ جنگاوری لعنتی، آ جنگاوری لعنتی، تو چی خیلی دلی دوست داشته این مرا دزدیدن میتوانی ها؟ من تو را میکشم. پای مشد اویلیگ مونامتی ها؟ روسیا ای وقتی که سیره میدی اونا را دیده بود اونا تر شده دیگه ما دا اویلیگ نیست. خیلی کار کردیم ما تو زن نمیگیریم دیگه. توبه کردم. بسیار درست میگوی برادرم، ما باید هر چه زودتر کار بیابیم. آها بابای قادره کو چیگه باشه؟ علما رو جمع کرده وقت چه مافیا جمع کرده باشه؟ چیگه پایی؟ ندونم. کافی است. از این پس کراشایی که جمع آوری میکنید به من میارید. در عکس حال جنگاور دامادم کاری ضروری رو میکند. جنگاور داماد من است. از این پس هوشیار باشید. مایل شکر رفتیم از پسی کار میشویم. همکار سغره دیلوت پاکه نکی جای کار گفتی اینا پیداش کردیم جوره. نه البته برادرم، دل من پاک است. چیکار است؟ بفرمایید چای شما، شربتی آلوچه‌تان. تشکر. شاید میلیس که بودن زهرا را پنهان میکند. نوشی جون، یگان چیزی دیگر میخواهید؟ میلیس گپ زده میتوانیم؟ البته. درباره چی؟ درباره دختر نقابدار. میلیس، التماس در کجا بودن دختر نقابدار را با من بگوی. آخر مراد من دختر نقابدار را نمیشناسم. چرا نمیفهمی تو؟ باید گپ زنم میگویم. مرا فریب کردن نتوانستی، اکنون دخترم کم رو فریب کردن میخوایی ها؟ من تو را میفهمم. او برایت عزیز است و نمیخواهی او را به کسی تسلیم کنی. ولی با تو قول میدهم که اجازت نمیدهم که پلیس دختر نقابدار را دستگیر کند. با این نگاه کن، چه خیلی نقش میبوزدن. میلیس، میدانم به من باور نداری، ولی از تو خواهش میکنم گپ‌هایی که حاضر میگویم به دختر نقابدار برسان.
همه چیزی که به تو گفتم درست بود. به تو در هیچ مسئله دروغ نگفتم. تو را بسیار دوست می‌دارم. التماس فهم تو را بسیار یاد کردم. چرا این خیل میکنی؟ چرا با من باور نمیکنی؟ به تو احتیاج دارم. لطفاً اینها را برسان میلیس. تشکر زیاد. چی گپ هستم؟ تو بازی کردن رو دوام ده کمیسر. بازی آخیر رو من میکنم. بحث است آخر. مادر و دختر قریب مرا میکشتن. این چی گپ است؟ میبخشید یک لحظه ممکن؟ من دامولای مسجد رو میجویم. چی کار میکنی دامولای مسجد رو؟ یک سوال رو میپرسیدم. سوال میپرسیدی؟ این بچه‌ای که آمده ایستاده است که هجری مؤذن مسجد ما است. سوالت رو از اون میتوانی بپرسی. میبخشید یک سوال داشتم، ممکن است بپرسم؟ چخیل؟ استاد یک سوال مهم دارم. از صبح سرم رو گرم کرده است. دامولو، یک بچه به خاطر دختری دوست داشتهش دینش رو عوض کند جایز است؟ چی؟ جایز است دامولو میگویم. انشالله میلیس گفته هایم را میرساند. آخر من همه چیز را نقل کردم. شاید تاثیرش کرده باشد. آخر دختر امکش است. زهرا، کنی برا یک روی را بس کن. قربان چشمانت شوم. بله استاد، جایز است. باید این را از استادم پرسم. خوب، ولی شما دامولو نیستید ها؟ یک لحظه استاد، اینجا بیا. فقط خفقه گوش کش. من سوال داری ها؟ گوش کن. بسیار مشغول هستم. بعد سوالت را میپرسی. استاد، اگر مرد برای دوست داشتهش دینش را عوض کنه جایز باشد؟ چی؟ من هم همین خیل گفتم استاد. پسرم، برای دختر دین را عوض میکند. این چی سوالی به معنی است؟ سوال این رفیق است. چه خیلی او پرسید به تو همون خیل گفتم. رفیق؟ بله، جایز است استاد. چخیل؟ جایز است گفته پرسیده ایستاده است. پسرم، برای دختر دین را عوض میکنند. چی کار میکنی؟ از دین اسلام گذشته بود پرست میشوی مگر؟ نه استاد، به این هم او بود پرست است. میخواهد دین اسلام را قبول بکند. یعنی این خیل. جایز است. البته که جایز است. البته البته یعنی برای دختر دین را عوض کردن جایز است. چخیلی که نباشد عشق حسیاتی زیبا است. دختر سبب کاری خیری شده است. تو وقت را از دست نداده زود دینت را عوض کن. میلش انشاءالله مبارک می شود. خدا از شما راضی باشد استاد. از هممون هجری. بسیار استاد دانشمند. اینها چی هست؟ سوال هستند؟ نه، محصولاتی که اینشان برای خوراک باید گیرم که اینجا نوشته فراموش نکنم. تو امان است. خط عربی رو رنگ پای پای مرچا نوشته ای. من خط عربی رو خوب میدونم. تو سوباسی رو میشناسی؟ سوباسی ما رو میگویید؟ بله، او هم